آموزش کار با دستگاه ES600. گزینه منو رو میزنیم. رمز فروشنده، رمزی که از پشتیبان میگیرین و وارد میکنید. منوی فروشنده. گزینه اول گزارش. گزارش بر اساس چاپ مجدد، سرجم، ریز تراکنش. گزینه 1 چاپ مجدد بر اساس شماره پیگیری و یا شماره مرجع. گزارش روزانه از خرید، شارژ، قبض و یا همه موارد. گزینه سوم بستر ارتباطی. بستر ارتباطی از طریق اتصال به وای فای و یا سیم کارت. و این قسمت هم میتونید انتخاب کنید که به سیم کارت 1 وصل بشید و یا سیم کارت 2. گزینه 5 پروژه های خاص. پروژه های خاص فقط خرید، مبلغ ثابت و یا سقف مبلغ. گزینه 6 پورت. از این قسمت میتونید به رایانه مورد نظر و یا برنامه حسابداری دستگاه رو وصل کنید. گزینه 7 تنظیمات دستگاه. زمان خاموشی. تعیین زمان خاموش شدن دستگاه بر اساس زمان داده شده. گزینه 2 صدای بیپ. قطع صدا و یا وصل صدا. گزینه 3 روشنایی صفحه نمایش. تعیین وضوح صفحه نمایش. گزینه 4 تصویر پس زمینه. انتخاب تصویر پس زمینه. گزینه 8 تنظیمات رسید. رسید اول، رسید دوم، کادر مشکی مبلغ. یعنی اینکه دور مبلغ مورد نظر یک کادر مشکی کشیده میشه. و 4 شاخص تریگی پرینت. انتخاب وضوح پرینت چاپ شده بر اساس درجه کم، متوسط و یا زیاد. و مورد آخر فشردن گزینه 2 و نمایش آخرین تراکنش انجام شده و چاپ تراکنش. نحوه کار با اپ پرداخت ES600. گزینه 1 خرید، گزینه 2 موجودی، گزینه 3 پرداخت قبض و گزینه 4 شارژ. گزینه 1 خرید. مبلغ. رمز کارت. گزینه 2 موجودی و گزینه 3 پرداخت قبض. روش پرداخت قبض. گزینه 1 شناسه قبض، گزینه 2 بارکد خوان. گزینه 4 شارژ. انتخاب شارژ مستقیم 2 رمز شارژ. انتخاب اپراتور همراه اول ایرانسل و یا رایتل. خرید شارژ مبلغ مورد نظر و وارد کردن شماره موبایل.